اگه الانم میای اینجوری آیرون مان میکنی نصف عمرت به فناه. بیا یه دونه فارمت آموزش میدم عالی. اول از همه 5 در 3 بلاک بکن، 4 بلاکم برو زیر زمین خوراک هاردگل و سروار پلیرها. بعدش 5 تا بت بذار و 5 تا اسلب هم پشتشون که جنس اسلب مهم نیست. 2 تا تورچ هم بذار بغلشون تا ما اسپون نشیم. بعدش 5 تا ویلیجر یه جوری بکن اون تو. بعد 2 تا چست بذار و 3 تا هاپر رو به اون 2 تا چست وصل کن. بعد روی ویلیجر رو بایستی بپوشون و دور فارمتو با یه بلاکی ببند تا آیرون گولما فرار نکنن. بعد 3 تا تابلو اینور میذاری، یه سطل لاوا توش و اون گوشه هم یه سطل آب میذاری. بعد برای دکور دورش میتونی اینا استفاده کنی و در نهایت همچین فارم خفنی داری. وقتی ویلیجرها میخوابن صبحش که بیدار میشن آیرون گولما میان و شما خیلی راحت کلی آیرون دارید.